دریور رو پیدا کرد، با دریور تمام شخصا دریور برای ما میآید. هشدار برای ادمین پناه یا برای دفتر مرکزی هشدار روان کنین. داسې کادرونه لرو چې هغوی کولی شي په هره برخه کې خپل فعالیت وکړي. در بخش کرایه مشخص است و توافقی است. چقدر موتروانان عضویت شما را دارند؟ ما موترایی را میتوانیم بپذیریم که رنگ تاکسی شهری داشته باشه. اگر احساس خطر کنن، یعنی خود سیستم ما یک آپشن است، نمیتونن گپ بزنن، درست است؟ باید او آپشن فشار بدن. تاکسی وان چه قسم میتونه که عضویت شرکت شما را بگیره؟ بالای 120 تا موتر ثبت داریم. و خدماتتان فقط در شهر کابل است؟ د بخونکي مهربان آزاد په سپیڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، ضامن الحق امینی یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. درنو لیدونکو، تاسو شاید د انلاین ټکسي په تړاو باندې ځینې معلومات اورېدلي وي او په اوسنۍ وختونو کې چې پخوا له رسنیو کې یا په ټولیزو رسنیو کې کوم نشرات کېږي او ډېری زموږ وروڼه په دې تړاو باندې خپل نظرونه څرګندوي. شاید تاسو کتلي وي. په نوره نړۍ کې دا خبره یو څه عادي ده، ځکه په نوره نړۍ ډېره پرمختللې ده او په افغانستان کې دغه چارې په اوس وخت کې پیل شوي دي. څو موده وړاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره دلته د ترانسپورتي اسانتیاو په برخه کې ځینې شرکتونو ته جوازونه ورکړل او د دوی د ملاتړ لپاره ځینې قدمونه اخیستي دي. او په دې برخه کې چې د انلاین ټکسي برخه ده، په دې برخه کې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره یو شرکت په کار باندې پیل کړی دی چې د افغان ټکسي انلاین په نوم باندې یادېږي. زه کوښښ کوم چې د دغه شرکت له رئیس صاحب سره یا له مؤسس سره د دوی د فعالیتونو او هغه اړتیاو په رابطه د هغې په تړاو باندې خبرې وکړم چې دوی وکولی شو چې په دې برخه کې د ټکسي انلاین په برخه کې فعالیتونه البته شروع کړي. له یاده د نوزي چې په اوس وخت کې ډېری هیوادوال د ځینو مشکلاتو سره د ښار په منځ کې مخامخ دي. هغه هم د ټکسي په برخه کې چې وګورو ډېری وخت دلته ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي. خو دغه چاره چې نوې رامنځته شوې ده او دغه شرکتونه چې په اوس وخت کې نوې فعالیتونه شروع کړي دي، دا به څومره د ترانسپورتي اسانتیاو په برخه کې مؤثر او ګټور وي، د دې شرکت له مؤسس د خولې در اورو، له دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم و رحمت الله. یوسف ستړي مشي. علیکم السلام. امیر صاحب خوب هستین؟ ستان خوب است؟ تشکر. شما خوب هستین؟ انشاءالله بخیر باشین. اگر در اول معرفی داشته باشین به بیننده های ما. بله بله. بنده محمد داوود علیزاده هستم، به حیث شرکت ترانسپورتی تاکسیرانی آنلاین در کابل. علیزاده صاحب، چی نیاز بود که شما یک شرکتی را شروع کردین و او هم در بخش انلاین تاکسی؟ یک چیزی نو است در افغانستان، قبلا ما نداشتیم. چی نیازهایی را دیدین که شما در این بخش فعالیت را شروع کردین؟ بله صاحب، ما نیازهایی را دیدیم برای مشتریان خود، برای هموطنان خود یک خدمات را ارائه کنیم. در بخش تاکسیرانی شهر کابل شهری پر ازدحام است، از لحاظ وقت، از لحاظ که وقت مردم ما زیاد ضایع نشن و بتونیم که یک خدمات ارائه کنیم خلاصه و به سهولت به مردم خود ایجاد کنیم. بسیار خوب. شما در کشورهای دیگه هم شاید همین تاکسی آنلاین شاید شما هم دیده باشین و شاید بیننده های ما هم دیده باشن و یک چیزی نو است که در افغانستان شروع شده. چقدر بودجه مصرف کردین و مثلا چقدر شما مصرف کردین که همین شرکت را برا بندازین و کارتان و فعالیتان شروع کردین و چی پروسه است که شما از اون طریق میتونین یک شرکت آنلاین تاکسیرانی را شروع کنین؟ بله، خود شرکت تاکسیرانی آنلاین
یک پروسیجر خاص کار داره که باید شروع کنی، باید جواز بگیری. ما هم الحمدلله تقریبا گفتم میتونیم برای 6 7 ماه 8 ماه تانستیم که از وزارت محترم ترانسپورت جواز خود را اخذ کنیم. و در موردی که شما گفتین هزینه این شرکت بالای 150 لک افغانی ما مصرف کردیم تا حالا، که بیشترین مصرف ما را همین موتر است که یک 20 دانه موتر تضمین کار است. ډیر ښه. ستاسې د انلاین ټکسي خدمات ضرور ده چې باید یو څه مشتریان به تاسې ولري، هغوی لاسرسی ورته ولري او هغوی وکولی شي د هغې طریقه انلاین ټکسي خدماتو ته لاسرسی ولري، وکولی شي چې د سفارش ورکړي د ټکسی لپاره. شما اپلیکیشن دارین، یک چیز خاصی دارین؟ اگر در این باره برای ما بگوین. بله، هموطنان ما، مشتریان ما که بخواین تاکسی سفارش کنن از طریق اپلیکیشن داریم. اپلیکیشن مخصوص سیستم ما که به نام افغان آنلاین تاکسی است، میتونه از طریق سیستم تاکسی بخواین. می اپلیکیشن در پلی استور پیدا میشه یا از گوگل کروم باید دانلود کنیم؟ هم در پلی استور و هم در اپ استور، هر دوش. هم در اندروید میتونه، در موبایل اندروید میتونه پیدا کنه و هم آیفون باشه. بسیار خوب. یعنی این اپلیکیشن ابتکار شرکت شماست یا وزارت ترانسپورت و هوانوردی برای شما در خدمتتان قرار دادن؟ بله، این اپلیکیشن انجینیر ما ساختن داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای استفاده از اپلیکیشن افغان آنلاین تاکسی اول داخل، اگر سیستم شما اندروید باشه داخل پلی استور شوین، اگر سیستم شما آیفون از داخل اپ استور شوین. برنامه افغان آنلاین تاکسی را سرچ زدین، اینجا برنامه ای را دانلود کنین. وقتی که دانلود کنین آپشن اوپن بزنین، وقتی که باز شد اپلیکیشن براتون، اپلیکیشن که بر شما باز شد، اول از همه اگر شما دریور بودین، برنامه دریور بر خود یک اکانت بسازین. اگر پسنجر بودین، مسافر، برنامه مسافر بر خود یک اکانت بسازین. وقتی که اکانت ساخته شد برای شما، شما هم میتونید به ایمیل آدرس خود اکانت بسازین، هم با شماره تلفن همراه خود. و این پروسه اکانت ساختن که ختم شد، از این قسمت ریکوست رایت، درخواست سفر اگه بزنین، درخواست سفر بزنین، جا گزینه مبدا و مقصد میه، پیک اپ و دستینیشن میه که نقطه فعلی ما، نقطه فعلی ما اینجا هست، موقع فعلی ما. مثلا میزنیم این نقطه دستینیشن ما میخوایم میدان هوایی کابل برویم، میزنیم میدان هوایی. میدان هوایی بین المللی کابل. وقتی که میدان هوایی بین المللی کابل که زدیم، بعد روی گزینه کانتینیو میزنیم، ادامه. اول از همه کرایه ما را سیستم به صورت پیشفرض محاسبه میکنه. این سیستم محاسبه بعد از اینکه کرایه چی شد، از این قسمت میتونید 10 افغانی زیاد کنین و 10 افغانی کم کنین تا به قیمت مورد نظر خود. دوباره بعد روی گزینه فایند درایور، جستجوی درایور بزنین تا بر شما آپشن سرچ فعال شود و بر شما در جای راننده باشه. اینا فعلا روی ما رفت روی سرچ درایور تا برای ما درایور را پیدا کنه. وقتی که برای ما درایور را پیدا کرد، با درایور تمام مشخصات درایور برای ما میایه و ما میتونیم یک آپشن منحصر به فرد اپلیکیشنی است که ما میتونیم داخل اپلیکیشن با درایور میتونیم مسیج کنیم و وایس کال داشته باشیم که مسیج میتونیم از این قسمت، وقتی که درایور پیدا کردیم از این قسمت میتونیم همراه درایور مسیج کنیم، درباره نرخ موقعیت خود، درباره نرخ و موقعیت بحث کنیم همراهش. اگر نرخ مورد تایید جانبی نبود، میتونیم توسط چت و یا وایس کال که اینجا داریم با درایور میتونیم بحث کنیم و گپ بزنیم دیگه. اگر مسافرین و مشتریان اگر به احساس خطرگاه اوقات کرد، روی داشبورد خود بزنن.
از این قسمت سیفتی آلرت میتونین هشدار برای ادمین پنل یا برای دفتر مرکزی هشدار روان کنین و از اگر در قسمت پرداخت پول یا در قسمت رفتار درایور کدام مشکلی بود میتونین یکش انتخاب کنین و موضوعات دیگه را انتخاب کنین و اینجا مشکل خود توضیح بدین و برای ما آلرت روان کنین و هشدار برای ما روان کنین تا ما هشدار شما رو ببینیم و برای مشکلات شما پاسخدهی کنیم. انجینر مسلکی ما داریم الحمدلله در ملک خود که اپلیکیشن های خیلی خوب و پیشرفته هم میسازن که جمله خود اپلیکیشن ما سیستمش خیلی بالاست الحمدلله. درنو لیدونکو دغه پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې زموږ د هیواد په داخل کې زموږ وړ اشخاص شته او موږ داسې کدرونه لرو چې هغې کولی شي په هره برخه کې خپل فعالیت وکړي او په نوره نړۍ کې تاسې به کتلي شاید ورسره اشنایي ولرئ زموږ په ګاونډي هیواد ایران کې هم دغه ډول ټکسي خدمات موجود دي چې اپلیکیشن د سنپ په نوم یادېږي او زموږ ډېری هیوادوال چې کله ایران ته تللي دي شاید د دغه موضوع نه خبر اوسېږي او افغان ټکسي انلاین دا نو زموږ د افغان ورونو ابتکار دی او خدای دې وکړي چې په دې برخه کې نور هم زموږ فعالیتونه زیات شي او زموږ دغه ورونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي دوی نور هم دغه برخه ته توجه وکړي وکولی شي چې موږ د خپلو افغان انجینر صاحبانو څخه او همداشان هغه وړ اشخاصو څخه د هیواد په داخل کې لرو له دوی څخه موږ ګټه واخلو او دوی هم خپل ابتکارات نړۍ ته هم وروښيي او زموږ ټولو هیوادوالو ته یې وروښيي چې موږ کولی شو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان باندې پرمختګ وکړو. اگر درباره عضویت شما اگر برای ما بگوین که یک تکسیوان چه قسم میتونه که عضویت شرکت شما را بگیره؟ بله متروان ما میتونه از طریق ثبت نام رسمی که تشریف بیارن دفتر بار اول اینا مشخصات موترشون مشخصات خود متروان اینجا ثبت میشه و انشالله که باز میپذیره انجینرهای ما هست که آره ثبت سیستم میکنه از طریق اپلیکیشن خود میتونه که به عنوان متروان استفاده کنه. بسیار خوب. در کشورهای دیگه ما دیدیم و معلومات هم داریم شاید شما هم دیده باشین وقتی که یک تکسیوان عضو یک شرکت میشه شرکت آنلاین تکسیرانی البته او تستایش دیده میشه و سابقه‌اش دیده میشه مثلا سابقه جرمیش دیده میشه شما درباره در بخش اینمی چیزی دارین که مثلا یک تکسیوان میاد شما سابقه او را میبینین یا تذکرهشان یا فعالیت‌های گذشتهشان این را ارزیابی میکنین یعنی؟ بله 100%. در قدم اول متوانی که میاد از نظر سنی باید سنش 21 سال باشه. ما زیر 18 سال 15 سال بچه‌ای که بسیار زیر 18 و 19 باشه نمیپذیریم. یک موضوع در بخش شما گفتین مشخصات و خود متروان و تضمین کار داریم مثلا بیل برق خانه اگر ندارن وکیل گذر دارن اینا خواسته میشه ازشون یک طرز عمل ما داریم هر کسی که بخواد بیان به عنوان متروان خود ثبت کنن ما یک طرز عمل پیشان میمانیم بخونن اگر معیار پوره تانیست و بسم الله اگر نتانیست متاسفانه ما نمیتونیم دیگه پاسخگویی داره نه مسئولیت پذیری نمیره میگه ما به می خاطر یک طرز عمل داریم باید متروانای متوجه باشه و مسئولیت امنیتی یک بخش مهم از این برنامه ماست بله به خاطر همین است که ما یک سری قیودات را اینجا جور کردیم. بسیار خوب. و مثلا یک نفر یک مشتری مثلا تاکسی را آنلاین میگیره میره یک جای اگر این پروسه را برای ما تشریح کنید چه قسم مثلا در اپلیکیشن داخل میشه امو پیسه کرایه‌ای که یا پرداخت میکنه چه قسم پرداخت میشه آنلاین پرداخت میشه و یا هم شما کدام پروسه دیگر را دارین که یک مشتری میتونه از در پول خود پرداخت کنه و قیمت کیلومتر چه قسم معلوم میشه برای مشتری؟ بله. در مورد استفاده از اپلیکیشن کسی که داخل اپلیکیشن بره سیستم برشان همه چیز نشان میده. در بخش کرایه مشخص است و توافقی است ولی در بخش پرداخت کرایه خب فعلا به خاطر که سیستم پرداختی آنلاین در افغانستان زیاد رایج نیست. ما فعلا کرایه نقدی است و ما در بخش چی انشالله که بعدا سیستم بانکی و حسابای آنلاینی راه بیفته ما هم سیستم ما این توانمندی داره
اما فعلا کرایه به طور نقدی است و پاسنجر ما همین مشتری ما که داخل اپلیکیشن بره خلاصه درخواست تاکسی کنه نزدیکترین تاکسی برشان دسترسی می داشته باشه و بعد از طریق خود همین اپلیکیشن میتونه کرایه را کم و زیاد کنن. سیستم ما هم مسیج دارن، هم وایس مسیج دارن و هم کال دارن. خلاصه میتونن با متروان به حساب بالا و پایین، مثلا شما جایی رو میرین 200 متروان میگن 200 اینا توافق میکنیم به 220 جرامت میکنیم برای مثال میگم. بعد از او متروان قبول میکنه میای طرف شما. بسیار خوب. و مبدا و مقصد هم از طرف بله مشتری. و همین میخواستم خدمت شما عرض کنم که مبدا و مقصد مشخص است دیگه. اول شما وقتی که داخل اپلیکیشن میرین به خاطر که تاکسی بخواین، اول مبدا و مقصد خود وارد میکنین. وقتی که مبدا و مقصد را شما مشخص کردین، بعد درخواست تاکسی میکنین. بعد نزدیکترین متروان به شما که باشه میفهمه که شما کجا میرین و مبدا کجاست و مقصد کجاست. بعد کرایه را تناسب، کرایه هم تقریبا 80% شهر کابل مشخص است. شما فرض بفرمایید شما اگر موتر درخواست کنید از همین جا کوته سنگی شارنو برای مثال 150 روپیه 180 روپیه بستگی داره کجای شارنو میشنی. بعد برای موتروان اگر بصرفه برایشان میگه خوب است. اگر 150 شد خب برای یک مشتری شاید بگه بیاین دیگه. یعنی رقم کرد. و مشتری که مبدا و مقصدش انتخاب شد، بعد از او دیگه همو فاصله به اندازه کیلومتر از او دیگه معلوم میشه که چقدر کرایه میشه. البته این رقم است. ما یک سیستم در داخل چی داریم اپلیکیشن خود بر اساس کیلومتر فعلا هم دقیق نیست. مثلا حرکت اول 50 افغانی حساب میشه و بعد به اساس هر کیلومتر 20 افغانی محاسبه میشه. شما حساب کنین که از اینجا تا شارنو برای مثال چقدر میه، 7 کیلومتر یا 6 کیلومتر ما دقیق نمیفهمیم چقدر میه. ایرا سیستم برشان میگه، همین گوگل مپ یا همین جی پی اس که میزنن برشان میگن، نشان میدن. برای مثال اگر 7 کیلومتر باشه 50 روپیه از اول سرشان چارج است، حرکت اول است. و بعد اگر 7 کیلومتر باشه 6 کیلومتر دیگهش بر اساس هر کیلومتر اگر 20 افغانی حساب کنی 120 روپیه و جمع 50 روپیه 170 روپیه کرایه‌شون میشه. بعد بستگی داره برو شارنو کجای شارنو میره، اولایش میره آخرایش میشه 1 کیلومتر 2 کیلومتر خود شارنو هم است. همون 180 نهایتش 200 170 کرایه‌شون میشه. و خدماتتان فقط در شهر کابل است؟ بله فعلا بله در شهر کابل، تمام کابل ما تحت پوشش فعلا نداریم، اما انشالله کوشش میکنیم که به اسرع وقت به زودترین وقت ما کابل تحت پوشش قرار بدیم انشالله. بسیار خوب، بسیار عالی. و چه قسم موترها، مثلا کدام مدل موترها شما برای او عضویت میتین؟ مثلا یک موتر تاکسی است و رنگش مشخص است که یک موتری کورولا است و اقسام دیگه. موتورسیکل هم از در کشورهای دیگه موتورسیکل هم میتونه که یک عضویت یک شرکت تاکسی رانی داشته باشه و شاسی بلند هم باشه یک موترای. شما چه قسم تاکسی ها را عضویتشان میتین؟ چه قسم موتر است؟ برای فعلا ما موترایی را میتونیم بپذیریم که رنگ تاکسی شهری داشته باشه. مادرشان فرق نمیکنه، مادرشان 95 به پایین خود تاکسی نمیشه. ان شاء که موتر داریم ما فعلا ثبت موترای 2006 و 7 کورولا و مثل فولدر و اینتر موترها هم داریم. و برای فعلی ما موتورسیکل نداریم، ولی این پلان داریم که انشالله با همکاری وزارت محترم ترانسپورت ما بتونیم که از موتورهای شاسی بلند هم استفاده کنیم، چون وا رنگ نیست. ما دیگه ببینیم، ما برای پلانا رو داریم، اگر وزارت محترم با ما همکاری کنن چرا که نه. ما در بخش از سیستم خود در همین کار خود میتونیم موتورهای شاسی بلند مثل لان کروزر رو برای عروسی ها، برای کسی که به کرایه میگیرن ما این ترتیب کنیم ان شاء الله. این پلان داریم اگه وزارت همکاری کنه. بسیار خوب. مثلا کسایی که از کشورهای دیگه میاد افغانستان و تقاضایی را دارن که یک موتر باشه که بسیار لوکس باشه و یک شاسی بلند باشه و بتونه که دو سفر کنن، نیاز به این است که یک موترای مدل بالا هم دو باشه دیگه. بله خود طبیعی است. در اینجا ما فعلا موترهای ما خب یک نمونه نمی باشه، مدل‌های پایین هم هست، بیشترش پایینه. مدل‌های شهر کابل شما سعی کنید موترها کلا اکثرا پایین است. ما موترهای داریم که بالای 2000 است و از نظر نرخ فرق نمیکنه
اما از لحاظی که مشتری ما بخواه مدل موتر بالا باشه میتونه سعی کنه. برایشان نشان میده وقتی که شما به سیستم میرین براتون میگم مدل موتر 95 است یا 2005 است، میتونین همونی که بالاست انتخاب کنید، با همین کرایه فرق نمیکنه. بسیار خوب، بسیار خوب، یک کار بسیار عالی است و ان که بتانیم که یک موتورایی که مدل بالاست و موضوعات شما را بگیره. تا فعلا چقدر موتر شما در اینجا ثبت کردین و چقدر موتروانا عضویت شما را دارن تا فعلا؟ بله، ما در حدود بالای 120 تا موتر ثبت داریم که به طور رسمی ثبت است و فعالیت دارن. بسیار خوب. و برای بالای 300 و چند تا موتروان داریم که درخواست کردن، اونا را هم برشان گفتیم که بیاین دفتر مرکزی و خودشان ثبت کنن. انشالله که همینطور گسترش داره انشالله. 50 100 تا انشالله برسه به هزار و چند هزار تا انشالله این پلان داره. بسیار خوب. تاکسی آنلاین یک خوبیش است که مسئولیت امنیتی یک بخش بزرگ این همی تاکسی را نیست. شما مثلا یک مشکل پیش میاد، یک جای مشتری برخورده یا لفظی هر چیزی که هست پیش میاد یا یک نفر در موتر یک چیزی میمانه، شما میتونین که به شکایتشان رسیدگی کنید؟ 100% سیستم ما وقتی که درخواست میکنن به اتفاق هر دو جانب، هم موتروان و هم مشتری در حرکت میرن، مثلا در مسیر راه خدای نخواسته برای مشتری ما کدام خطری احساس میکنن پیش میان، یا از بد اخلاقی موتروان یا از این خدای نخواسته خدا نکنه کسی بخواین استفاده سو کنن یا کدام به هر شکل اشکال اگر احساس خطر کنن، یعنی خود سیستم ما یک آپشن است، نمیتونن گپ بزنن، درست است؟ باید او آپشن فشار بتن، از دفتر مرکزی ما کنترل دارن، همون لحظه در آن واحد پیگیری میکنن که چی گپ است و موتروان زنگ میزنه، چون نظارت دارن که موتر از مبدا و مقصد شما که از مبدا حرکت میکنن تا مقصد نرسیده، اینجا خب معلوم است دیگه. ثبت همه چیزایش آنلاین به آن واحد ما انشالله که پیگیری میکنیم. بسیار خوب، یک گپ بسیار عالی است. و وقتی که نیاز به ارگانهای امنیتی باشه که شما مثلا بخواین که همون مشکل حل بسازین و نمیتونین، از شاید از بعضی مواقع پیش بیاد، میتونیم که از ارگانهای امنیتی هم کمک بخواین و هم که شما در همکاری هستند، در ارتباط هستند؟ بله 100% به ما از حوزات الحمدلله حوزات نزدیک به ما گفتن، به ما از خود ریاست محترم ترانسپورت ابلاغ شدن طی مکتوب که ما اینجا یک دفتر گرفتیم و این تاکسی آنلاین را انداختیم، اونا در جریان هستن. بله، چرا که نه، انشالله که اول مشکل رخ نده، اگر مشکل رخ داد خب حل شود از داخل شرکت و حل بتانه، اگر خدای نخواسته پیچیده‌تر باشه چرا که نه. بسیار خواهش، بسیار خوب. فقط یک پرسش آخری، چقدر امی خدمات شما، شرکت شما که فعلا کار را آغاز کردن، چقدر امی مشکلاتی که فعلا در شهر کابل از نظر ترانسپورت داریم و از نظر مسئولیت امنیتی داریم، چقدر موثر خواهد بود؟ ما امیدواریم موثریت خیلی بالا داشته باشه، از لحاظ ازدحام شهر ترافیک کمتر کنن، از لحاظ وقت برای مردم که خیلی ارزش داره به حد اقل برسه. ما نمونه از اینا را میخواهیم که داشته باشیم انشالله برنامه آینده داریم. بسیار زیاد تشکر عزیز، بخیر باشین. تشکر. اگر کدام پیام گفتنی برای بیننده های ما داشته باشید که در خدمتتون است. سلامت باشین. برای هموطنان خود، برای همشهریان کابل خود پیام دارم که به این شرکت به ما اعتماد کنن و از همین خدماتی که ما ایجاد نمودیم از خدمات ما استفاده کنن و ما امیدواریم که انشالله پاسخگویی سریع، مطمئن و سالم داشته باشیم انشالله. قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین که وقت برای ما دادین. خواهش می‌کنم. زنده باشین، بخیر باشین. درنو لیدونکو، افغان آنلاین ټیکسي شرکت ته راغلي وو او تاسې د دې شرکت د مؤسس خبرې هم واورېدلې. په هیواد کې دا لومړی ځل ده چې دغه ډول آنلاین ټیکسي خدمات او دغه ډول یو شرکت جوړیږي. دا په نوره نړۍ کې عامه خبره ده، په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده.
ټول هیوادوال که په بهر کې اوسیږي هغوی هم دغه تقاضا لري چې زموږ هیواد هم د هغو هیوادونو په څیر شي چې نور هیوادونه په کومه برخه کې پرمختګ یې کړی، که هغه د ټکنالوژۍ برخه ده، که نورې برخې دي، که هر څه دي. نو انشاءالله چې په دې برخو کې دغه د فعالیت شروع شوی دی. زموږ هغه ورونه چې ژمن ورونه دي او غواړي چې د هیواد پرمختګ کې ونډه واخلي، هغه ده چې خپل فعالیتونه شروع کړي دي او انشاءالله چې وکولی شي په آینده کې بهتر خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې کړي. په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه چې انلاین ټیکسي شرکت افغان شرکت ته البته ځانګړې کړې وه د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.